نسمو متوحدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، برادران و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی هر یک شما را حفظ بکند و به شما برکه بدهد. اهل بدعت و به خصوص این آزیری های دفاع کنندگان و مشرکین را الله خار و ذلیل کند. اخزاهم الله قبحهم الله. آزیری های مشرکین به داد و فریاد آمدند. آزیری مشرک محمد وارث منیب و برادرش به نام زبیر یا زبیر محقق که نام محقق را شرمنده کرد، یا زبیر به نام سلفی. ولی زبیر جهمی آزیری یک خبیث زندیق مشرکی که تلبیس بالای تلبیس میکند. البته این صبح وقتی که ما به درس مشغول بودیم به نزد ما آمد، زود یک دو سه جمله گفت و رفت. خودش با رفت. بعد از این ما به شبهه های او جواب دادیم. در حالت جواب دادن شبهه های ما او تسجیل کرده خود به خود به ما گویا در همون حالت صحبت رد زده است و به کانال خودش به یکی از کانال ها گذاشته است. ما چی گفتیم؟ این عازری یک حدیث را حجت آورد، حدیث ذات و انوات. حدیث ذات انوات معلوم است، مشهور است. ما گفتیم مدار این حدیث به دو آدم است: شریک ابن عبدالله، عبدالله ابن شریک، و سنان ابن ابی سنان. عقیلی سلف صالح سنان ابن ابی سنان را هم ضعیف میگن، این شریک را هم ضعیف میگن. حدیث ضعیف است، هم این بدو سند ضعیف است و هم متنن حدیث ضعیف است. فنکنون وقتی که ما حدیث رو ضعیف گفتیم، سنان ابن ابی سنان رو ببینید که این جاهل عازری چی میگه. سنان ابن ابی سنان که از ابی واقد اللیثی روایت کرده است، مجهول الحال است. مجهول میگن علما، جهالت حال. سنان ابن ابی سنان صحابی است، تو صحابی رو جرح کرده رایستی، تو چی گفته رایستی مولا صاحب؟ ای بچه، سنان ابن ابی سنان متوفی 32 هجری صحابی بدری است. سنان ابن ابی سنان او که از صحابی است و سنان ابن ابی سنان دوئلی ای آدم که از ثقه بدینه فرصت بده اقوال. ببینید سنان ابن ابی سنان را میگد صحابه بود. سنان ابن ابی سنان را میگد که صحابه بود. انا کنون ما به شما میگیم که سنان ابن ابی سنان کی بود؟ صحابه بود یا غیر صحابه بود؟ اولا سنان ابن ابی سنان ابن محسن این صحابه بود رضی الله عنه که وفات کننده 32 هجری بود. و این سنان ابن ابی سنان ابن محسن به این حدیث ذات و انوات و به این روایتی که ما حکم کردیم هیچ ربط و تعلقی ندارند. این به صحابه ربط ندارد. اما سنان ابن ابی سنانی که در سندی حدیثی بارک الله فیکم حدیث ذات و انوات است، عقیلی سلف صالح این رو ضعیف گفته و این تابعین است. جهالت مجهول حالش مجهول الحال است میگه، جهالت الحال دارد، برای همین حدیثش منکر است گفته. الا در حالتهای تعلیق و غیره، در حالتهای معلق ذکر شدنش یا در بعضی حالتهایی که حدیث های صحیح بسیار اومده، این بعضی حدیث ها رو در پهلوش ذکر کند بوک ندارد، لیکن خودش تنها یک حدیث رو ذکر کرد، علما ضعیف گفت. این سنان ابن ابی سنان رو خیلی که اینجا میبینید ما گرفتیم از کتاب ها، اسمش رو دو اسم گفته. قسم از علما گفته اسمش یزید ابن امیه است، همین سنان ابن ابی سنان، و گفته شده که اسمش ربیعه هست. یعنی این آدم معلوم نه که همین سنان ابن ابی سنان دوئلی اسمش یزید ابن امیه است یا ربیعه است. انا همین است جهالت که عازری ها نمیدونند. در علم حدیث یک انسان نامش نامعلوم شد، این ربیعه بود یا که یزید بود. این سنان ابن ابی سنان کی بودنش مجهول شد، حالتش مجهول شد. یعنی همین سنان ابن ابی سنان 100% شناخته نشد، مجهول الحال شد. برای همین این حدیث منکر گفت. از جابر ابن عبدالله روایت کرده، اون در دوامش میاد روی زید ابن اسلم الاخری قال احمد
ابن عبدالله العجلی. بعضی از علما چه خیلی که میبینید، بله بعضی از علما چه خیلی که میبینید ثقه گفته، ولیکن عقیلی محدث علم رجال این رو مجهول الحال گفته، به مانندی شاگردش عمرو. و اینها این جهلا فرق بین سنان ابن ابی سنان الدؤلی و سنان ابن ابی سنان صحابه نمیروند. حالا متهم میکند که من گویا صحابه رو مجهول الحال گفتم، لیکن این احمق نفهمید که، این جاهل به نام محقق نفهمید که سنان ابن ابی سنان الدؤلی رو گفتم که علما در بالای این سنان ابن ابی سنان اختلاف کرده. قسم از علما بله گفتند این سنان ابن ابی سنان یزید ابن امیه صحیح گفته، و قسم از علمای محدثین قوی به مانند عقیلی که این خیلی قوی در علم رجال سلف است، اومده میگه که این سنان ابن ابی سنان یزید بودنش هم معلوم نیست، ربیعه بودنش هم معلوم نیست، حالتش مجهول است، به مانند شاگردش عمرو بارک الله فیکم و ضعیف است. سنان ابن ابي سنان الدؤلي ابي واقد الليثي وقال اینجا کمی خیلی ببینید مایده هست، چشم کمی نمیبیند. بله کتاب المعروف برجال صحیح البخاری به سنان الدؤلي وقال الواقدي الدلیل مدنی سمع جابر، این اون از کدام صحابه رو ذکر میکند. ببینید مشاهیر علماء الامصار به سنان ابن ابي سنان الدؤلي و اسم ابي سنان يزيد بن اميه مات سنه 500 وله 82 سنه. او صحابه 32 هجری وفات کرده، اما این تابعی سنه 105 هجری در 82 سالگی وفات کرده. فرق داره. این را قسمی از علما چه خیلی که میبینید مشاهیر علما الامصار به یزید ابن امیه گفتن، در پایان خوندیم ربیعه گفتن، مجهول الحال است. ابن ابي حاتم الرازي در کتاب الجرح و التعلیل عیناً همین نامش رو الدؤلی گفته، این تابعی گفته، این صحابه نیست گفته، این تابعی است گفته. ببینید انا همچنین است، ولی افسوس، صد افسوس که اینها فقط به تهمت مونده، فقط به تهمت، فقط به تهمت، غیر از تهمت و طعنه دیگر چیزی رو نمیبینه. انا همین است که الله سبحانه و تعالی این عذری ها رو خور و ذلیل کرده. یعنی فرق صحابی سنان ابن ابی سنان وفات کننده 32 هجری و فرق تابعی سنان ابن ابی سنان الدؤلی که علما دربارش اختلاف کردند و قول راجح علمای محدثین متقدمین چی گفتند در بین دو اختلاف. بله قسمی هستند که صحیح گفتند مجهول است. انا کنون از حدیثی که روایت کنندش دو روایت کننده است، یکی سنان ابن ابی سنان الدؤلی است، یکیش شریک است. وقتی که مجهول باشد، آیا از این احادیث مجهول، از این احادیث ضعیف کمترین درجهش علما در بالای این حدیث اختلاف کرده، کمترین درجهش، آیا از این حدیثی که علماهایی که صحیح گفته در اینجا هیچ به شرک اکبر دلالت نمی کند گفته، بلکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفته این شرک اکبر نیست بلکه مجرد مشابهت به کفار است، گناه کبیر است. قسمی از علما گفته اینها سوال کردند که به ما اجازت بده، نکردند لو فعلوا کفروا، اگر همین درخت به سلاحهای خدا میرفتن کفر میشدن، نکردند، فقط سوال پرسیدند، گناه بزرگ کرد. لیکن در اساس انمین حدیثی که علما دیگر معنی داده، حدیث را قسمی از علما ضعیف گفته، مشهورترین یکی از علمای سلف و قیلی حدیث را ضعیف گفته، یعنی روایت کنندش رو مجهول الحال گفته. آیا میشد که از همینجا بیایم توحید به همین حدیث انکار کنیم؟ آیا در اساس همین میشود که احادیث ها، آیات هایی که دلالت به بارک الله فیکم چی میکند تکفیر مشرک میکند به یک طرف گذاریم؟ اما افسوس اینو دینشون همین است، دینشون انا همین جهالت است. اینجا سخن علما رو ببینید که در مسئله تکفیر عام و تکفیر عین این جاهلی زبیر محقق مشرک چقدر سخنهای میگرد که علما این چنین سخنها رو نگفتند، از پیش خودش میگه.
اش پیش خودش میگه. قالوا مبهم لك يقول ذلك في طواف منهم في أمور وبنت. وقال رحمه الله في أثناء كلامه له في ذم أصحاب الكلام قال: والرازي من أعظم الناس في باب الحير، له نهمة في التشكيك، والشك في الباطل خير من الثبات على اعتقاد، لكن قل أن يثبت أحد على باطل محض، بل لا بد فيه من نوع من الحق، وتجد الردة فيهم كثيرا كالنفاق، وهذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبه. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیه مسائل خفی رو میگه که حجت قائم نشد، برای همین در مسائل خفی بدون حجت رو قائم کردن یک شخص معین رو تکفیر نمیکنه، صاحبش رو، یعنی معین یک صاحب مقالات خفی رو. کفر که خفی است یعنی دقایق است، لكن يقع ذلك في طوائف منهم في امور يعلم العامه والخاصه. لیکن گفتن واقع شد این کفر شرک از طائفه از اونها در مسئله عام ظاهر خاص. بل اليهود والنصارى يعلمون ان محمدا بعث فيه بها، بلکه حتی یهود و نصارا میدونن که محمد رسول الله به این چیز مبعوث شد، فرستاده شد. یعنی حتی یهود و نصارا میدونست که بعضی چیزهای دینی ما را میدونست که انامین محمد آورد. به مانند چی؟ یهود و نصارا میدونست که محمد آورد و کفر من خالفها، و کافر تکفیر کرد، کافر شماریده شد کسی که مخالفت کرد به رسول الله آورده. در کدام مسئله؟ ببینید، مثل عبادت الله وحده لا شریک له، یگانه الله عبادت کردن و به الله چیزی رو شریک قرار ندادن. انا همین دعوت پیامبر بودن رو حتی یهود و نصارا میدونست. یهود و نصارا میدونست که محمد رسول الله دعوتشون یکتا پرستی و به الله چیزی رو شریک قرار ندادن بود. دوامش و نهیه عن عبادت غیری، و رسول الله نهی میکردن از عبادت غیر الله. انا همین دعوت رسول الله حتی یهود و نصارا میدونست در همون وقت. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، زیرا که این توحید ترک شرک از ظاهرترین شعائر اسلام است. ببینید، و مثل امری بالصلاة الخمس، و مثل معادات المشركين واهل الكتاب، ومثل اهل الكتاب، ومثل تحریم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك. ببینید در این مسئله میگوید حجت قائم نشده، هر کسی که توحید ترک کرد، شرک اکبر به جا آورد، تکفیر کرده می شود. اما در مسائل خفی میگوید یک انسان وقتی که کفری مسائل دقایق خفی به واقع شد میگوید که این عملت کفر است، اما تو کفر نشدی، برای که مسئله مسائل خفی است. اما در مسائل ظاهر و آشکار واضحه که نه فقط مسلمان ها، حتی یهود و نصارا میداند که محمد صلی الله علیه و به این توحید، یکتا پرستی، ترک شرک آمده اند، عبادت غیر الله را انکار کرده و براءتش که اومدند. این مسئله ظاهره، هر کسی که واقع شد صاحبش کافر گفته میشه، حجت نرسید، اینو اون نیست. ثم قال الشيخ عبد الله أبا بطين: وقولك إن الشيخ يقول إن من فعل شيئا من هذه الأمور الشركية لا يطلق عليه أنه مشرك كافر حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر وعبادة غير الله ونحوه من الكفر، وإنما قال هذا في المقالات الخفية كما قدمنا من قوله. ببینید ابا بطین رحمه الله، عبدالله ابا بطین رحمه الله سخن ابن تیمیه رو شرح دادن، شیخ الاسلام رو گفتن. اما سخن شیخ الاسلامی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمودن این شرک ها که هر کسی انجام بدهد ما اول حجت رسونده بعد از این تکفیر میکنیم، این سخن ابن تیمیه در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر نیست، بلکه این سخن ابن تیمیه تعلق دارد به مسئله خفی که هر کسی که در مسئله خفی واقع شود عملش رو کفر میگوید و پیش از تکفیر کردن اول حجت میرسونید بعد تکفیر میکنید، مسئله دقایق خفی. اما در شرک اکبر ظاهر هرگز این سخن رو نگفت. فهو لم يقل ذلك في شرك الاكبر وعباده غير الله. ابن تیمیه این سخن رو در شرک اکبر و عبادت غیر الله نگفتن و نحو من الكفر، و در کفر اکبر هم نگفتن. یگان نفر از علما در شرک اکبر نگفتن که تکفیر عام میکنیم، لیکن در مسئله تکفیر خاص صاحب انجام دهنده این عمل رو اول عذر میدهیم
این چنین سخن رو در مسئله کفر خفی گفتند، نه در مسئله کفر ظاهر. استغاثه میگه زبیر محقق مشرک میگه که کسی که استغاثه غیر الله را بکند جهل و عذر است. میگه آیا استغاثه کردن قبر، استغاثه کردن ولی صالح، آیا این عبادت هست یا نیست؟ عبادت است. این عبادت شکننده توحید است یا نیست؟ شرک، قبر پرستی، استغاثه قبور وقتی که به وجود آمد توحید شکست یا نیست؟ بله شکست. سوال دیگر، وقتی که شرک اکبر استغاثه را کسی انجام میدهد آیا توحیدش ظاهر، یعنی ببینید آیا توحید و شرک اکبر در یک جا باقی میماند؟ کسی استغاثه کرد، بعد از استغاثه کردن آیا توحیدش میماند؟ امام شافعی نقل میکنند، سخن امام شافعی را مروزی و غیره مزنی علما نقل کردند که امام شافعی گفتند التوحید و الشرك نقیضان لا یجتمعان ابدا. شرک، بگویم اول توحید و شرک دو نقیض است که در یک جا جمع نمیشود. شرک اکبر کردی نابود میشود، توحید نابود میشود، حکم ظاهرا به تو داده میشود، مشرک گفته میشود. بجز در نزد جهمی ها، بجز در نزد این خوبسا، این مسئله به اجماع ثابت شده در اساس قرآن و سنت است. الله در ده ها آیت ذکر کرده است که ایمان و کفر در یک جا جمع نمی شود، توحید و شرک در یک جا جمع نمی شود. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا للطاغوت. الله تکفیر کرد کسانی را که خود را مسلمان گفتند، دعوای اسلامی کردند ولیکن به شرک اراده واقع شدند. اراده حالا شرک نکردند، اراده شرک، اراده تحکم مراجعت به محکمه غیر الله کرد. به مجرد اراده کردن محکمه غیر الله شرکی به وجود آمد، توحیدش نابود شد. اگرچه او خود را مسلمان میگفت الله او را دروغگو کافر گفت. هم در مسئله استهزاء، به مجرد استهزاء کردنش، استهزاء که به وجود آمد ایمانش نابود شد. بالله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آیا به الله و به رسولش و آیاتهای الله سبحانه و تعالی دارید استهزاء می نمایید؟ عذر نارید، به تحقیق بعد از ایمانتون کافر شدید. یعنی وقتی که کفر به وجود آمد الله ایمان را نفی کرد. وقتی که شرکی اراده مراجعت به محکم طاغوت، اراده تحاکم طاغوتی به وجود آمد، وقتی که ظاهر شد ایمانش الله دروغ شمارید، نابود کرد. ایمان به کفر، شرک به توحید جمع نمی شود. این در اساس قرآن است. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم الى اخر الايه. الله گفت که یافت نمی شود یک خودش یک قومی که ایمان به الله و به روز قیامت آورده باشد و بعد از این مودت، دوستی به دشمنان الله بکند. یعنی وقتی که یک نفر خود را مسلمان بگوید و دوستی به دشمنان الله بکند ایمانش نابود شد. این چنین آیت ها را من میتونم ده ها ذکر کنم که الله سبحانه و تعالی شرک و توحید را هرگز در یک جا جمع شدنش را ذکر نکرده است، بلکه انکار کرده است. کفر و ایمان را هرگز در یک جا جمع شدنش را ذکر نکرده است. اما مسئله تکفیر عام یا تکفیر المطلق و تکفیر المعین، ما میگیم در مسئله اصول دین این چیزا نبود. این مسئله در مسئله مسائل خفی است. در مسئله اصول دین میگوییم هر کسی که شرک را کرد صاحبش کافر است، اسم را میگیرد. بعد از حجت البته قاضی به او حکم عذاب این دنیا و بعد از حجت او را در حکم آخرت ابدی به جهنم حکم کرده میشه، اما اسم را میگیرد. شیخ ابن تیمیه رحمه الله گفتند الاسم يثبت قبل الرساله و بعد الرساله. اسم شرک 100% ثابت می شود به هر کسی که شرک اکبر انجام داده باشد یا کفر اکبر انجام داده باشد کافر گفته می شود، پیش از حجت رسیدن و بعد از حجت رسیدن. مسئله اسم دیگر است، مسئله تکفیر حکمی دیگر است. تکفیر اسم دیگر است، تکفیر معذب دیگر است. هر کسی که به شرک اکبر کفر اکبر واقع شد عام اینها را مشرک گفته می شود، 10 نفر باشد، هر یکیش با معین تکفیر کرده می شود. در مسئله اصول دین تکفیر عام و تکفیر عین نبود. این سخن را کسی بگه جهمی خبیث است، اما در مسئله خفی تکفیر عام و تکفیر عین وجود داشت. چخیلی که سخن ابن تیمیه رو خونده میونه و چخیلی که شرح ابوبطین رحمه الله را از الدرر السنیه آورده میونه.
ببینید و قوله ابو بطین رحمه الله گفتند قد يقع ذلك في طوائف منهم يعلم العامة والخاصة بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة غيره فإن هذا أظهر شعائر الإسلام يعني فهذا لا يمكن أن يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة غيره هو ما نحن فيه قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ابو بوتیر رحمه الله گفتن که اما سخن ابن تیمیه رحمه الله که گفتند بعضی از این مشرکین واقع می شود به شرک به کفری که همه مردم میدونن که این کفر است و این شرک است عامه مردم و خاصه مردم هم علما و هم مردم عامه مسلمان ها میدونن که انمی شرک است نه فقط مسلمان ها حتی یهود و نصارا میدونن که این کفر است و شرک است و حتی یهود و نصارا میدونن که محمد صلی الله علیه و سلم به همین مبعوث شد و تکفیر کرد هر کسی که به همین مسئله به محمد صلی الله علیه و سلم مخالفت کرد مثل چی ظاهرترین مسئله دین ما چی یگانه عبادت کردن الله سبحانه و تعالی که شریک نداره او شریک برای او نیست مثل عبادت الله وحده مثل عبادت نمودن یکتا و تنها الله را که شریک او هرگز شریک نداره و نهی از عبادت غیره و نهی عن عبادت غیره و نهی کردن از عبادت غیر الله قبر این عبادت الله است یا غیر الله غیر الله نهی کردن از عبادت قبر میگه که فإن هذا اظهر شعائر الاسلام این از همه ظاهرترین شعائر اسلام است از همه ظاهرترین شرایع اسلام است یعنی میگه در ابو بطن میگه که یعنی معنای سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه این است که ناممکن است که در این مسائل گفته شود که اقامت حجه نشد ببینید فهذا لا يمكن ان يقال لهم ان يقال لم تقم عليه الحجه التي يكفر صاحب در این مسئله توحید در مسئله عبادت غیر الله در مسئله قبر پرستی هیچ ناممکن است که گفته شود که به این مشرکین کسانی که توحید ترک کردند و قبر پرستی کردند عبادت غیر الله را کردند حجت قائم نشد اینها جاهلند صاحب این مشرکین صاحب این شرک را تکفیر معین کرده نمی شود این مسلمان است تا رسیدن حجت گفتن ناممکن است میگه این مذهب اهل سنت نیست برای چی والامر بعباده الله وحده لا شريك له والنهي عن عباده غيره انا مين است که میگه امر به عبادت الله یگانه به او را عبادت کردن و به او شریک چیزی رو قرار دادن نهی کردن از عبادت غیر الله این همون صدد راه است که ما گفته استیم اما مسئله حجت این رسل مبشرین و منذرین لئلا يكون على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل این در مسئله چی است عذاب است بل اليهود والنصارى يعلمون ذلك حكي لنا عن غير واحد من اليهود بالبصرة أنهم عابوا على المسلمين ما يفعلونه عند القبور ابو بطین رحمه الله گفتن که اما نسبت سخن شیخ الاسلام که حتی یهود و نصارا توحیدی که محمد صلی الله علیه و سلم به همون توحید آمدن میدونست به ما گفتند از یک چند راه حکایت شده که یهود در بصره عراق مسلمان ها را عیب زدند مسلمان ها را طعنه زدند و گفتند که ای بنام مسلمان ها ما یفعلونه ای بنام مسلمان ها آنچه که در نزد این قبرها میکنید این چی است این کان نبیکم امرکم بهذا فلیس بنبی اگر این قبر پرستی که شما درباره قبر از استغاثه و طواف و عبادتی که میکنید اگر همین قبر پرستی را پیامبر شما نبی شما محمد صلی الله علیه و سلم به شما امر کرده باشد پس او نبی نیست و ان لم یأمرکم فقد عصیتموه اگر نبی شما این را به شما امر نکرده باشد پس شما به او عصیان کردید و عبادت الله وحده لا شریک له هی اصل الاصول ابو بطین رحمه الله گفتن که عبادت کردنی الله یکتا و تنها یگانه خودش را که هیچ شریک ندارد و هیچ شریک از اون به او نیست این اصل هاست اصل ریشه تمامی اصل های دین است از این دیده اصل تر دیگر چیزی نیست از این دیده دیگر مسئله بالاتر نیست زیرا که به خاطر همین تمام انسان ها خلق شد گفتن تمام جن ها خلق شد الذي خلق الله الجن والانس لاجله این همون عبادت یگانه الله کردن شرک ترک کردن این اصل اصولی هست که تمام خلق را الله از جن ها و انسان ها به خاطر همین خلق کرد
و گفت و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم جن ها و انسان ها را مگر به خاطر اینکه یگانه الله عبادت بکنند. ای یعبدونی وحدی گفتند، ای یعبدونی وحدی، تنها مرا عبادت کنند. کسانی که امروز قصد میکنند همین عمل رو، میروند قبر پرستی رو دیده و دانسته انجام میدهند، اما نمیدانند که همین عمل کفر شرک است. به مجردی کردنشون مشرک میشن، زیرا که اینها قبر پرستی که کردند، استغاثه از غیر الله کردند، عبادت رو به غیر الله انجام دادن یا ندادن. استغاثه طلب کمک، طلب جلب منفعت و دفع مضرات. دعا عبادت است یا نیست؟ الدعاء عبادت. الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت که دعا عبادت است. این تدعوهم لا يستجاب لكم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. بله، این تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اگر دعا کنید قبرها صاحبای قبر شما رو نمیشنن. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر شنوات هم اجابت نمیکرد. و یوم القیامت یکفرون بشرک، و یوم روز قیامت به شرک شما کفر میورزد. الله سبحانه و تعالی از غیر خودش سوال کردن رو، از غیر خودش دعا و استغاثه کردن رو، استغاثه جلب المنفعه و دفع المضره، این رو شرک نامید. الله شرک نامید. الله سبحانه و تعالی این چنین عمل کننده ها رو مشرک نامید. این قریشی هایی که در مکه هستند، وقتی که رسول الله آمدند خود را نسبت به امت ابراهیم میدادند یا نه؟ بله، میگفتند ما اولادای اسماعیل و از امت ابراهیم هستیم. میگفتند این قریشی ها در مکه ختنه داشتند، نکاح داشتند، طلاق داشتند و اینها از شعارهای امت ابراهیمیه، اینها طواف به خانه کعبه داشتند، حج داشتند، صدقه و خیریات داشتند. اینها میگفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. در سوره زاریات آیه 3 میگفتند که ما این صنم ها را عبادت نمیکنیم مگرم به خاطر اینکه ما را به الله نزدیک کند. الله میگه انمی مشرکان را پرس، مشرکان قریش پرس که کی زمین و آسمان خلق کرد؟ کی به تو باران میبارد؟ کی زمین و آسمان نگه میدارد؟ کی یدبر و ما یدبر الامر؟ کی تدبیر امرها را میکرد؟ به همه این سوال ها جواب زود میدادند که فسیقولون الله. الله میگفتند. در توحید ربوبیت اکثر اینها همچنین ایمان داشتند، اما هیکل را بین خود و بین الله واسطه گرفتند. گفتند ما گناهگاریم، ما را به الله رسون، در حق ما از الله طلب دعا کن. به مانند امروزه مشرکینه که صوفی قبوری رافضه هستند، خود را امتی محمد رسول الله میگویند. اگر امتهای مشرکین دیگر، امتهای گذشته دیگر پیامبران اگر صنم پرستیده باشد، اینها قبر میپرستند، وثن میپرستند. بین خود و بین الله اگر دیگر مشرکین هیکل و صنم گرفته باشند، اینها قبر و خاک و سنگ را میگیرند. چه فرق دارد؟ فرزندان آدم علیه السلام رسم را کشید آیسته آیسته رسم را عبادت و بین خود و بین الله واسطه گرفت. نوح علیه السلام آمدن تکفیر عام و تکفیر عین کرد. انا همچنین نبیرگان نوح علیه السلام بعد از طوفان باز به شرک واقع شد. هود علیه السلام آمدن تکفیر عام و عین کردن. انا همچنین است. و امروز امت، کسانی که خود را امت محمد علیه السلام میگن، بجز توحید ربوبیت دیگر چیزی ندارند. توحید الوهیت را نمیفهمند، توحید اسماء و صفات را نمیفهمند، توحید حاکمیت را نمیفهمند. با وجود این میروند استغاثه از قبر میکنند. جلب المنافع، جلب المنفعه و دفع المضره، جلب منفعت ها و دفع مضرات ها رو، طلب خیرها و دور کردن بدی ها رو از قبر میپرستند، دعا میکنند و میطلبند. آیا اینها شرک کردند؟ شرک اکبر ظاهر؟ بله، شرک اکبر ظاهر کردند. اصل از اصول ریشه حقیقی اسلام که توحید شکست، یکتا پرستی شکست، ترک کردند. حکم تاریک التوحید در اینجا چی است؟ کفر است به اجماع علما در اساس قرآن و سنت. ولیکن این خبثا گفتند که منتسب به اسلام قبوری هایی که استغاثه میکند جهلش عذر راست میگه. انا همین زبیر محقق جهل عذر گفت، عیناً همین سخن را وارثی منیب جهل عذر گفت. لیکن افسوس که بسیاری از انسانهایی که خود را موحد میگند از این چیز بیخبرند. وقال الشيخ ابو بطين رحمه الله در كتاب مجموعة الرسائل والمسائل مجله يكون صفحه 657 في رسالة له في تكفير المعين الذي أشرك بالله ولو جاهلا،
قال فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع العلماء على أن مثل الشرك بعبادة الله غيره سبحانه كفر. فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل. ويبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدا كافرا، ويستفتحون هذا الباب بقولهم من أشرك بالله فقد كفر، وحكم أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والاستتابة إنما تكون مع معينين. الله أكبر، الله أكبر. أنا إينست حق، أنا إينست منهج. در رسالة گفتند رسائل والمسائل، گفتند که در رساله چی تکفیر معین، ابابوتین رساله تکفیر معین رساله دارد. گفتند که آن تکفیر معینی که آنی که یعنی کسی که شرک آورد به الله اگر چی جاهل باشد، نام رساله تکفیر معین مشرکه که تکفیر معین کسی که شرک آورد به الله اگر چی مشرک باشد. ببینید نام موضوع دیده شدید فی رساله، در رساله که از آن خودشون است. نام رساله چی؟ تکفیر المعین الذي اشرک بالله ولو جاهل. البته بعضی از علمای معنوی گفتن لیکن تکفیر المعین مقصد کتاب همین بود که یک آدم معین شرک کند هم جاهل باشد هم مشرک گفته میشد. دوام سخنشون گفتن قال فالامر الذي دل عليه الكتاب والسنه والاجماع علماء الامه. همون امری که همون اعتقاد خوبه که همون منهج خوبه، همون امر خوبه که دلالت کرد به همون کتاب الله و سنت رسول الله و اجماع به همون دلالت میکند، اجماع علما به همون دلالت میکند، این است که شرک آوردن به عبادت الله سبحانه و تعالی، غیر الله را عبادت کردن، یعنی شرک قرار دادن به الله غیر الله را، کفر است. فمن ارتکب شیئا من هذا النوع، هر کسی، عموم سخن درباره عموم رفته است، یعنی عموم هر کسی که مطلق ارتکاب شود به چیزی از این نمود شرک، یا یعنی عبادت غیر الله، یا عبادت غیر الله را خوب شمارت، حسن نیک شمارت، گفتن که فهذا لا شک فی کفره، پس این انسان هیچ شک در کفرش نیست. در اینجا معین آمد هذا کفره، ضمیر به معین است. ولا بأس، انا کو ببینید، و هیچ باکی ندارد بمن تحققت منه اشیاء من ذلك ان تقول، و هیچ باکی ندارد که کسی را دیدی که در او انا همچنین عملهای شرکی به وجود آمد، یعنی عبادت غیر الله دیدی که یقینا دیدی که یک انسان عبادت غیر الله را کرده، شرک به وجود از او عبادت غیر الله به وجود آمد، هیچ باکی ندارد که تو اونا بگویی که کفر فلان به هذا الفعل، بگویی که فلان آدم، فلان یک آدم معین را گفته می شود کافر شد، فلان آدم معین با همین فعلش. و این سخن گفتمان را میگویند باز عملهای فقها بیان میکنند، زیرا که فقها در باب حکم مرتد در بابهای فقهی همیشه چیزهای زیادی را ذکر میکنند که یک مسلمان اگر همون انجام کرد مرتد کافر میشد، یصیر به المسلم مرتدا کافر. و یستفتحون، و همه فقها در باب فقه، در آخر باب فقه در باب مرتد، حکم المرتد، اولین چیزی که باب حکم مرتد را به همون موضوع میکشند چی است؟ همه فقها در باب مرتد، باب ردت و مرتد گفتند اولینش گناهی وزنینترین شرک گفتند من اشرک بالله فقد کفر، هر کسی که شرک قرار داد به الله، شریک قرار داد به الله، به تحقیق کافر شده است. و حکمه، و حکمش این است که این کافر برده 3 روز وقت داده، حجت رسانده، توبه کننده میشد. اگر از این کفرش و کافرش توبه نکند کشته میشد. فاین توبه کرد خوب است و الا قتل، کشته میشد. انا کنون چی گفتند؟ و حکمه در دو والاستتابه انما تكون مع معین، استتابت آدم معین بکرده میشد. یعنی ابابوتین رحمه الله فرموده شدند که
ما وقتی که هر کسی که شرک اکبر کرد مشرک است میگوییم، هر کسی که فقط عالم نه، هم عالم هم یک مسلمان عادی دید انیق و دقیق دید که یک انسان شرک اکبر میکند، اون تکفیر کرد، هیچ باکی ندارد. همون آدم معینه گفت که انمون فلان انسان به سبب فلان شرکی اکبرش عبادت غیر الله کافر شد، هیچ باکی ندارد. در جای دیگر واجب و فرض است میگه. و در دوامش میگویند که استتابت به یک آدم معین کرده میشه، این تکفیر معین است. پس زبیر محقق مشرک، وارث منیب مشرک، این بازی بدین الله را کی بس میکرده باشند؟ این انکار قرآن را، تکذیب قرآن و سنت و اجماع سلف این امت را کی بس میکرده باشند؟ ها برادران از افغانستان، اینا را مجبور بکنید. این پیشوای شما مشرکین است، جهل عذر میگوید. ابن تيمية رحمه الله سخنشون من فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. هر کسی که غلو کند در حق نبی یا در حق یک مرد صالح و یگان نمودی الهیت را، یگان نمودی نوع از الهیت را به همین نبی یا این آدم صالح بدید، به مانند استغاثه حق الله است. یعنی از الله تنها تو حق داری، وظیفه دار هستی که استغاثه کنی. از غیر الله طلب استغاثه کردن غیر الله را به الله برابر کردن است. الله را به همون صاحب قبر شکایت کردن است. الله دشنام دادن است، چیزی که در روایت امام بخاری اومده است. هر کسی که غیر الله به الله شریک میکرد، الله دشنام داده است، تحقیر کرده است، الله رفته به قبر شکایت کرده است. اعوذ بالله. به مانند این که گفتند دعا کند غیر الله را، به مانند استغاثه قبر که زبیر نامحقق مشرک میگه که استغاثه این میگه مسئله است که جهل عذر است و کسی که استغاثه کند این مسلمان است میگه. اما میگن که به مانند این که شیخ الاسلام میگن که ابن تیمیه، اما میگن دعا کند به مانند اینکه دعا کند غیر الله را، بگوید که ای سیدی فلانی اغیثنی، ببین استغاثه، طلب فریادرسی، مرا کمک کن، بگوید اغیثنی، انا استغاثه تو را شرک اکبر گفتند. او اجرنی، یا مرا امت، بگوید پناه بگیر، بگوید یا من به تو توکل کردم، بگوید من در زیر حمایت تو هستم، بگوید انا فی حسبک، بگوید. همه این عملها شرک و ضلالت است. انا کن یستتاب صاحبه، یعنی این کافر است، برای همین برده استتابت کننده میشه، استتابت برای همین برده کننده میشه. فان تاب و الا قتل، اگر توبه نکرد کشته میشه. انا کن فهمیدید که برادران عزیز بارک الله فیکم، در این مسئله تکفیر عام و تکفیر معین تقسیمات وجود ندارد. در مسئله اصول دین تقسیماتی که علما کردند، شیخ الاسلام ابن تیمیه، علمای نجد کردند رحمهم الله تعالی، این در مسئله دقایق خفی بود. در مسئله خفی میگوید این مسئله کفر است، تو کفر رو کردی لیکن کافر نیستی. در مسئله اصول دین میگه تو کفر رو کردی کافر هستی. شما 10 نفر کفر رو کردید، در مسئله کفر اکبر شرک اکبر ظاهر کافر شدید، یک نفرش هم کافر شدید، میبری یک نفر توبه میکنی. معین است یا نیست؟ ابو بطین رحمه الله، علمای نجد، ابن تیمیه، همه علما همین خیلی گفت. اما این خوبسا، این جهمی های زمانه نیست میگن، تکفیری معین نیست میگن در مسئله استغاثه. استغاثه را اکنون اولین براتب فهمیدیم که استغاثه اصلی اصول نبوده است. یعنی استغاثه کردن از الله، تنها از الله طلب فریادرسی کردن، از توحید نبوده است. توحید اصلی اصول نبوده است. شکستن توحید شکستن اصلی اصول نبوده است. عبادت کردن تنها و یکتا الله و ترک کردن عبادت غیر الله، یگانه از الله طلب فریادرسی کردن و استغاثه را از غیر الله نکردن، اصلی اصول نبودنش را تنها ما امروز از این جهمی محقق مشرک فهمیدیم. همه امت اجماع میکنند که اصلی اصول، اصل ترین دین ما از همه اصل، عبادت یگانه الله و ترک عبادت غیر الله است. کسی که استغاثه به غیر الله کرد، عبادت الله کرد یا عبادت غیر الله؟ عبادت غیر الله. اصل دین شکست یا نه؟ بله اصل دین شکست، زیرا که استغاثه غیر الله، عبادت غیر الله توحید را میشکند.
اصل توحید کی، اصل دین کی یگانه باید الله عبادت میکنه. قل هو الله احد شکست، ایاک نعبد و ایاک نستعین شکست. در حالتی که امروز قرآن به تمام زبان ترجمه وجود دارد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها از تو را عبادت میکنیم و تنها از تو طلب کمک میکنیم، استغاثه را تنها از تو میکنیم، شب روز میخواند ولیکن با جاهل بود است. ای خبثای مشرکین عاذری ها، انمین است که بدعی مکفره شما است، انمین است که دین کتی بازی میکنید، تلبیس میکنید و باز جاهلت بین سنان ابن ابی سنان و سنان ابن ابی سنان دو علی را نفهمیدید، اختلاف علما را در بالای سنان ابن ابی سنان نفهمیدید. آیا مسئله دین، اصل دین که این یگانه الله عبادت کردن است، عبادت الله وحده لا شریک له است و ترک عبادت غیر الله است، اصل دین را در اساس یک حدیث ضعیف گرفته میشد؟ اگر گفتی که حدیث مختلفی در اساس حدیث مختلفی گرفته میشد، اصل دین در اساس حدیث مختلفی آیا انکار کرده میشد؟ هرگز نمیشه. حالا که این حدیث را اگر سعی گویم معنایش کفر اکبر، صحابگان شرک اکبر کفر اکبر نکردند، مشابهت به کفر کردند که مشابهت در سوال دادن بود که این گناه کبیره بود. از رسول الله طلب کردند که دومین شرک اصغر شد، همین درخت را به ما مبارک قرار بده. رسول الله گفتند که نه، سوال کردید به مانند سوال بنی اسرائیل، سوال کردنتون مانند بنی اسرائیل، نه اینکه عمل. اگر پیامبر اینها را منع کردند، اینها از صاحب شریعت از رسول الله پرسیدند، اگر رسول الله اجازت میدادن این شریعت میشد، رسول الله منع کردند، بعد از منع کردن رسول الله این صحابگان رفتن انجام میدادن، شرک اکبر میشد. انا این از فهم علما، انا این از فهم اهل سنت و الجماعه. پس الحمدلله رب العالمین که حقیقت آشکار شد و این مشرکین کی بودنشان باز معلوم شد و بالاخره محمد وارث منیب یک مشرک جاهلی مدلس بیش نیست که جهل را عذر میگه و این چنین این زبیر محقق یا سلفی این هم یک مشرک جاهلی خیلی هم تهمتگر احمقی بیش نیست. انا همین است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.